ما با آدما کار نداریم، با رفتار آدما کار داریم. جرئت نداره سلبریتی بیاد حرف بزنه. بابا کی ما باید بفهمیم 400 سال ما تحت استعماریم؟ و این شوخی نیست، این تو عموم جامعه هست. گور بابای اصلاحات و اصولگرا، خب، و گور بابای اپوزیسیون. اولا که من یه نکته رو بگم، چون بعضی از دوستانم گفته بودن که خیلی مثلا چه می‌دونم سیاسی نگو، حمایت نکن، فلان نکن. نمیشه شاهنامه خون اینجا، حافظ بخونیم. ما داریم تحلیل سیاسی میکنیم و وقتی تحلیل سیاسی میخوای بکنی باید همه موارد رو ببینی، بررسی کنی و جانبدارانه نباشه. یعنی کاملا با یه ذهنیت باز و بیای آنالیز کنی، تحلیل کنی که آقا الان باید چه اتفاقی باید بیفته. فارغ از اینکه رأس حکومت مثلا عمامه سرشه یا کروات گردنشه یا چه میدونم شیش تیغه یا انقدر ریش داره، اصلا ما به این حرفا کاری نداریم. مواضع حاکمان، مواضع مسئولان، مواضع رهبران کشورها، فارغ از اینکه آقا مثلا دارم میگم الان ترامپ یه شخصیتی داره، بایدن یه شخصیتی داره، اون یکی شخصیت داره، اینکه اوباما یه جور بود، این یه جور بود. ما با آدما کار نداریم، با رفتار آدما کار داریم، با اون گفتارشون کار داریم، با اون به قول حالا یه ذره تیزش هم بکنیم، کهن و ایرانیش هم بکنیم، رفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک. ما با این رفتار و پندار و کرداره کار داریم. اصلا مهم نیست برای یه تحلیلگر که کی داره چی کار میکنه، کی مثلا این آدم رو من قیافش خوشم نمیاد پس حرفش هم نمیشنوم، یا هیچ گونه از کارهایی که داره میکنه رو من تایید نمیکنم یا تایید میکنم. این شکلی نیست. یادم نمیره اون دوران انتخابات سال 84 که یه طیف وسیعی از مسئولین اومده بودن برای کاندید شده بودن برای انتخابات. ما یه دوستی داشتیم میگفت من با آقای قالیباف رأی میدم. ایشون خیلی خوش تیپه، موبوره مثلا فلان. آخه با موبور که نمیتونه مثلا دلیلی بر مدیریت درست نمیشه. یا زمان آقای خاتمی قشنگ یادم میاد مثلا چقدر ریشا شیکه. خب و این شوخی نیست، این تو عموم جامعه هست. مثلا به چهره یارو دل می‌بندن، یا آقا این آدم پس اون چیزایی که ما دوست داریم رو محقق میکنه، یا 4 تا حرف میزنه، 4 تا وعده میده، این آدم محقق میکنه. ما سیرشو ببین. بعد میان اعتراض میکنن، میگن آقا چرا شما مثلا داری بازخورد به من میدن دیگه، آقا چرا اینجا داری از اصولگرا دفاع میکنی، اینجا داری از اصلاح طلبا دفاع میکنی، هر خری میخواد باشه، کاری نداریم کیه. آقا یه جای مواضع اصولگرا درسته، یه جای مواضع اصلاح طلب درسته، یه جای مواضع اپوزیسیون درسته. اون جایی که در راستای منافع ملی، در راستای رشد هژمونی کشور، توسعه هژمونی کشور، آدم اونجا میاد میگه آقا این اتفاق بیفته خوبه. یعنی بحث جانبدارانه نیست. اینو من بارها و بارها تاکید کردم، ولی چون دوستان هی اضافه میشن فکر میکنن که نه ما مثلا یه پولی دارن به ما میدن، نمیدونن که ما خودمون از جیب خودمون هم داریم خرج میکنیم برای اینکه مردم آگاه بشن و بدونن که چه جوری باید تحلیل کنن. مثلا یارو یه بی سواد مثلا زبون نفهم هر رو عبر تشخیص نمیده، شده رهبر یه جریانی. یعنی یارو 4 تا پنجه والیبال نمیتونه بزنه، یا مثلا میزده، یا 4 تا روپایی میزده، یا چه میدونم یه زیر خوب میگرفته. دلیل نمیشه که این تحلیلگر سیاسی هم باشه یا رهبر اپوزیسیون بشه. 10 میلیون 20 میلیون طرفدارم، فالوور و فلان و این حرفا بیفتن دنبالش. اینکه چون یارو خوب روپایی میزنه، چون یارو خوب اسپک میزنه، چون یارو خوب زیر میگیره، چون یارو خوب نمیدونم آشپز خوبیه، چون اون یکی مثلا خوب فیلم بازی میکنه، مثلا خیلی دیالوگای قشنگی، این بیاد تحلیلگر سیاسی بشه. یکی از بدبختی‌های مملکت ما اینه که مردم چششون دنبال بازیگره، چششون دنبال فوتبالیسته، چششون چون این آدم مثلا تو فوتبال قوی بوده، چون این آدم هنرپیشه قوی بوده، پس تحلیلگر قوی هم هست، پس هر چی میگه درست میگه. این آدم یه بار اینو جدی دارم میگم، این درد واسه مملکت ها، واسه فهم مردم ها. ما یه جا نشسته بودیم، آدم چیزی نبود، برگشت گفت آقا فلانی وقتی تونسته مثلا تو حوزه ورزشی یا تو حوزه سینمایی به این نقطه برسه، این آدم نخبه است. پس چون نخبه است باید هر چی میگه درست میگه دیگه، چون نخبه است. چه ربطی داره یکی خوب قصابی میکنه؟ دلیل نمیشه که چون قصاب نخبه‌ایه پس آشپز خوبی هم باشه.
پس باغبون خوبی هم باشه. این من بعضی وقتا گیج میشم که یعنی مگه میشه آدم انقدر آگاهیش تو این سطح باشه که بیاد بگه چون فلانی مثلا تو اون حوزه نخبه است، تو حوزه شیمی نخبه است، پس میتونه یه مملکت هم اداره کنه، یا کسی که تو حوزه مثلا حکومت داری نخبه است میتونه حوزه اقتصادی برعکسش هم هستا. یعنی یارو مثلا مسئول مملکته، کل اقتصاد مملکت دادن دستش، مثلا خودش نمیتونه یه قرنشو بکنه 2000. ارزه اینا نداره که مثلا با کار کردن، با کاسبی کردن مثلا یه ماشین خوب داشته باشه، یه خونه خوب بخره، یا رانت یا زدومنده یا هیچ. خیلی آدم خوبی باشه، خب بابا وقتی کسی نمیتونه دارایی خودشو، زندگی خود 3 نفره 4 نفرشو مدیریت اقتصادیش داشته باشه، رفتار اقتصادیش رفتار مناسبی نیست، این میخواد بیاد 80 میلیون نفر و 90 میلیون نفر که شدیم و مدیریت اقتصادی اینا رو بگیره دستش. خب گم میخوره تو وضع اقتصاد مملکت دیگه، همینی که الان هست. یعنی هم این وریش هست، هم مردم میرن دنبال یه اینفلوئنسر و دنبال یه فوتبالیست و دنبال یه بازیگر و دنبال یه خواننده و فلان این حرفا. خدا رحمت کنه آقای شجریان، ایشون بی‌نظیر بود، صداشون، نمیدونم هنرشون اصلا فوق‌العاده بود. آقا چون ایشون هنرمند فاخری ارزشمند برای این مملکت، یک اسطوره است تو حوزه هنر، تو حوزه موسیقی، تو حوزه خوانندگی، دلیل نمیشه ایشون متخصص فوتبال هم باشه بعد بیاد تو فوتبال هم نظر بده. خب اگه این کارو بکنه جایگاه خودش آسیب میخوره. میگید چی میگم؟ من هر آدمی برای من عزیزه، هر کسی، هر نخبه‌ای بر سر من جا داره، برای من عزیزه، ولی تو حوزه خودش. بابا به پیر به پیغمبر سلبریتی‌های آمریکا، سلبریتی‌هایی که ما آمریکا رو به عنوان نماد هژمون امروز دنیا داریم نگاه می‌کنیم، پر قدرت، امپراتور دنیا، قوی تو همه چی، هم جرئت نداره سلبریتی بیاد حرف بزنه. سلبریتی وقتی حرف میزنه که در راستای منافع حکمرانی باشه، که ابزاری استفاده میکنن. خب حالا طیف عموم مردم بگیرم، مثلا شما قصه یمن رو یادتونه، اون موقعی که عربستان خیلی تحریم اقتصادی بود و فلان و بیسار و این حرفا، این خانم آنجلینا جولی اینستاگرامش رو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم هم موقع رو انداخت، اولین پستش یمنه، رفته از کودکان یمن داره دلجویی میکنه، فلان میکنه، بیسار میکنه، یه جوری تلطیف کنه فضا رو. یا آمریکا اومده داره فشار میاد روم، یا آمریکایی میفرسته که به نفع مثلا امپراتوری و هژمونش و قدرتش و سیاستش به نفع اون کمک کنه، ابزار استفاده میکنن، ولی مردم انانشون رو نمیدن دست یه اینفلوئنسر. الان مثلا دارم یه کار اشتباهیه، الان این خانم تیلور سویفت، خب ایشون یه سلبریتیه، یه سلبریتی فوق العاده، یه خواننده درجه یک، من واقعا کنجکاو شدم و دنبال اینم که یه سری رفرنس پیدا کنم، رفرنس درست مطالعه کنم که آدم چی شد اینجوری شد و یهو اینجوری اسکیل شد، اومد بالا، یهو اینجوری دیده شد. کنسرت 4 میلیارد دلاری، درسته؟ 4 میلیارد دلاری، و از اون طرف حمایتش از بایدن، حمایت چی میشه که یهو یه جریانی رو میکشه سمت خودش که در راستای منافع. خب البته تو ایران هم هست ولی یه طرف هست، یعنی در جا میدونی من حالا حرفم سر این آقا، وقتی تو داری میبینی این اینفلوئنسر بنده خدا که خیلی سر از اینجور چیزا هم در نمیاره، با یه سر میز شام نشستن با رئیس جمهور یا یه اتفاقات عجیب غریب میفته، خب نباید حرف اینو گوش بدی. نه اینکه این آدم بده، این آدم نمیتونه خط مشی درستی بده، بعد میان اعتراض میکنم یا آقا چرا شما داری فلان میکنی بیسار میکنی، گور بابای اصلاحات و اصولگرا، خب و گور بابای اپوزیسیون، ما اصلا کاری نداریم. وقتی میخوای تحلیل بکنی باید آقا بدونی آقا این آدم این محاسن رو داره، این حسنا رو داره، این خوبی ها رو داره، این یکی گروه این حسنا و این محاسن رو داره. الان در مورد دموکرات و جمهوری خواه بخوایم حرف بزنیم هیچ کی حرف نمیزنه، چون میگم خب چطور اون سیاسی نیست، میخوایم بگیم اصلاح طلب اصولگرا میشه سیاسی؟ یا در مورد زمین و آسمون و فلان و همه چیز دنیا حرف بزنیم، یا یه چیز داخلی در مورد انتخابات خودمون میخوایم حرف بزنیم، عداری طرفداری افلانی میکنیم، باره میگم بابا دلت خوشه، نمیخوای اصلا دنبال نکن. ما تعارف نداریم، شوخی نداریم، نه کسی پول میگیریم نه به کسی هم پول میدیم، کار خودمون داریم میکنیم، حرف خودمون رو میزنیم. کسی میخواد خوشش بیاد دنبال میکنه، نه خودم دنبال نمیکنه. کسی دلش بخواد آگاه بشه آگاه میشه، نه خودم به جهنم. زور که نکردیم که بیا حتما بیاد برنامه‌های ما رو ببین که ما داریم مثلا چه میدونم 2000 داری به ما میدی که من بیام برنامه رو تولید کنم فلان کنم بسار. ما اصلا دلیل اومدنمون تو یوتیوب این بود
چون برداشتمون اینه که مخاطب یوتیوب مخاطب آگاه تریه و مخاطبیه که سیر رو دنبال میکنه و مفهوم براش مهمتره. به خاطر اینکه میبینی آقا تو این اینستاگرام فقط باید بگی آقا دلار الان بخر، طلا الان بخر، اینو الان بفروش، اونو الان بفروش. یعنی سطح مخاطب اینه که همین بخر بفروشه. ولی تو یوتیوب مخاطب سطح دانشش بالاتره. خب وقتی کسی آگاهی داره، دانشش بالاتره، منم انتظار دارم از این مخاطب که آقا چطور ما میخوایم دموکرات جمهوری خواه بگیم تو چیزی نمیگی، چطور در مورد ترامپ میخوایم حرف بزنیم چیزی نمیگیم، میگیم آقا رئیسی فلان کارو خوبو کرد یا فلان کارو بدی کرد، میشیم طرفدار یا مخالف. که دلیل نمیشه که. من اینجا همه عزیزان از همه مخاطبان هم تشکر میکنم که دارن دنبال میکنن ما رو و واقعا و صادقانه ازتون ممنونم. اما یه خواهشی ازتون دارم. آقا کسی میتونه تحلیلگر درستی باشه که منافع نداشته باشه. من علیوشانی اگر با اومده مثلا یارو، این مثال میزنم، یارو خودشو به در و دیوار میزنه که مثلا آقای ایکس بشه وزیر نفت، وزیر اقتصاد، وزیر فلان. خب بابا خب بفهم اون منافع داره دیگه. اون یکی مثلا یه خرطوخری میشه، یه اتفاقی میفته فلان. بابا نون این تو اینه که اصلاحات سر کار باشه، نون اون یکی تو اینه که اصولگرا سر کار باشه. این اگه سر کار باشه به این میماسه، اون یکی هم اگه سر کار باشه به اون یکی میماسه. این هم میان خیلی با استایلای شیک و دکترای اقتصاد و مدیر فلان و این حرفا میان مغز مردم شستشو میدن. بابا خودتون باید بتونید تحلیل کنید که بابا این یارو که داره خودشو به در دیوار میکوبه که آقای پزشکیان بشه رئیس جمهور، که اون یارو که قالتاق اول و آخر ازل و ابد بشه مثلا فلان وزیر، بعد این میشه معاون وزیر، مشاور وزیر، اقتصاددانم هست، فلانم هست، بیسارم هست. خب با خودت متوجه شی دیگه. آقا الان پزشکیان شد رئیس جمهور، من سمتی الان به من دادن، برید سرچ کنید ببینید کدوم قبرستون تو این ادارات دولتی به من یه سمت مشاوره دادن، چون میدونن اگه برن بالا تا پایینشون یکی میکنن. یا اون طرف تو دولت رئیسی ببینید آقا بگردید میتونید پیدا کنید که من یه جایی توی قسمت‌های مدیریتی کشور مثلا رفتم بین یه مشاوره دادم. چرا اینا میان پای مشاوره من، ولی تو برنامه من میان، تو سمینار من میان، تو همایش من میان، اونجا هم بالا پایینشون یکی میکنن. واسه اینکه بعضیاشون گند میزنن به مملکت. ولی دیگه انتظارم از اینه که آقا هر چی که من دلم میخواد، هر کسی که هر چی که من دلم میخواد، تو هم باید این همین فکر کنی. نه عزیزم اینجوری نیست. تعارف هم نداریم. من قرار نیست مثل کسی فکر کنم، من قرار باشه مثل کسی فکر کنم که دیگه این نیستم که. خودم واسطادم دارم کاسبیمو میکنم، دانششو دارم، تجربهشو دارم، روابط درست و سالم ایجاد میکنم، دوستای درست و سالم ایجاد میکنم، تحلیلم هم درسته. خب 1 تومن هم میشه 10 تومن. چرا همه فکر میکنن که حتما باید رابطه داشته باشی، ضابطه داشته باشی، یا یه خری حمایت کنی که مثلا یارو یه لنگم برات بندازه، یه جفتکم برات بندازه؟ چرا همه اینجوری فکر میکنن؟ بابا به قرآن سالم هم میشه کار کرد. چرا یه نفر میاد میگه آقا مثلا دارم میگم خدا رحمت کنه، نور به قبرش بباره امیر عبداللهیان، 40 تا 20 تا چند تا وزیرن، همشون به درد نخور بودن. 90 نگیم همشون هم باز اغراق‌آمیز نگیم، 90% به درد نخور بودن. والا به پیر به پیغمبر امیر عبداللهیان وزیر خوبی بود. تو هر دولتی بود وزیر خوبی بود. من اون دفعه هم گفتم اون تروری که شد، من پیش خودم میگم اینا به نظرم اومدن امیر عبداللهیان رو بزنن، رئیسی هم قاطیش رفت، چون هم اسمش رفت زیر رئیسی، هم این داشت کار میکرد. شما نها کن اینا پاکستان میزنه، فرداش تسلیت میگن، پس فرداش جشن میگیرن، پس فردا برادری میگن. این هنر دیپلماسیه. حالا الان یارو عراقی آقا اصلا میگم، حالا برعکسش هم میگم وزیر اونوریش هم میگم یعنی اینجوری نیست که بخوایم یه دولت حمایت کنیم کلا. الان یارو زده ترکونده لبنان و مردم رو تیکه پاره کرده، چیز کرده، فقط محکوم میکنه. خب احمق باید بلنشی بره منطقه رو بچرخی دیگه. حالا وزیری هر چی هستی باید به دور کشور مردم دنیا رو متقاعد کنی. بابا بی همه کس اومده وسط مملکت داده ترکونده. حالا هر کی میخواد باشه اسماعیل هنیه، اصلا ما به فلان بیسار. بابا بحث هژمونیکه، بحث قدرت، بحث امپراتوریه. اون کوروش و داریوش و خشایاری که ما سنگشو بزنه میزنیم، برای چی میزنیم؟ این همه شاه پوفیوس توی مملکت حکومت کردن. چرا ما این ستاره انقدر داریم
حمایت میکنیم ازشون، انقدر میگیم آقا اینا فلان اینا بیسار. خب مال قدرت هژمونیکش بوده دیگه. تو باید قدرت هژمونیک رو کامل کنی که اقتصاد درست شه، که مردم رفاه داشته باشن، که زندگی نرمال بشه فلان بشه. وقتی اینجوری نیست، بعد یه خریم نه آقا ما باید فلان کنیم، اون یکی میگه باید موشک رو اینجوری کنیم، اون یکی میگه باید پوشک رو اینجوری کنیم. هر کی موضع‌گیری‌های هر کی خوش تیپ‌تر خوشگل‌تر، یه سلبریتی جیگرطلا میاد جلو دوربین میگه آره ما این حمایت میکنیم، یه مش نپخته هم میرن دنبالش. این حتما یه چیزی میدونه دیگه. خب همین میشه وضع مملکت دیگه. 50 سال که 40 خورده سالش انقلاب، بعد 40 به بعد، از 49 به بعد که بعد از خدا رحمت کنه علقی عالی خانی شد وضع مملکت. چون اون بالایه یه داستانی داشت، مردم هم یه داستان. بابا کی ما باید بفهمیم 400 سال ما تحت استعماریم، استعمار انگلیسیم، پدرمون در آورده. هنوز که هنوز مسئولای مملکت ما یا انگلیسی ان یا یهودی ان یا خنگ مسلمانن یا شوت شیعه. دیگه تا کی باید بخوریم؟ فقط به خاطر آگاهی مردم. ما هر چی هم داریم میگیم برای اینه که آقا آی مردم آگاه شید. خب مردم آگاه حاکم آگاه میکنه. مردم وقتی نمیفهمن اونم میگه خب نمیفهمن دیگه، منم غلطی دلم بخواد میکنم. میشه وضع مملکت این.